اگر میخواهید 1.5 نمره امتحان نهایی رو مفهومی و راحت یاد بگیرید تا آخر آموزش با من همراه باشید. حسابان 2 فصل 1 تابع درس دوم تابع درجه سوم توابع یک نوا بخش پذیری و تقسیم. توابعی که از چپ به راست به سمت پایین حرکت کنن و به سمت بالا نرن و بتونن افقی هم باشن به این توابع میگن توابع نزولی. و توابعی که از سمت پایین به سمت بالا حرکت کنن و به سمت پایین نیان و بتونن افقی هم باشن بهش میگن صعودی. و توابعی که در کل دامنه‌شون یا نزولی باشن یا صعودی باشن بهشون میگن یک نوا. و توابعی که از بالا به سمت پایین حرکت بکنه یعنی در کل مسیر جهتشون به سمت پایین باشه میگن اکیداً نزولی. و توابعی که جهتشون به سمت بالا هست به اینا میگن اکیداً صعودی. که توابعی که در کل دامنه‌شون اکیداً نزولی باشن یا اکیداً صعودی باشن به این توابع میگن اکیداً یک نوا. یکی از سوالاتی که تو امتحانات نهایی مطرح میشه بحث یک نوایی یک تابع است که معمولا اگه بخوان امتحان راحت بگن شکل و نمودار به شما میدن و اگه بخوان یه مقدار مشکل تر بگن ضابطه به شما میدن که شما با توجه به ضابطه باید نمودار رسم بکنید و وقتی نمودار رسم کردید راجع به یک نوایی چیکار کنید بحث کنید. سوال میگه نمودار تابع زیر را رسم کنید و یک نوایی آن را بررسی کنید. یه تابع سه ضابطه‌ای داده، شما برای رسمش اول یه جدول میکشید به این صورت x y. این تابع دو تا نقطه مرزی داره، یکی منهای یک هست که بین مرز تابع اول و تابع دومه، یکی یک هست بین مرز تابع دوم و تابع سومه. این دو تا عدد در وسط جدول قرار میدیم به ترتیب اول منهای یک بعد عدد یک قرار میدیم، اینجا خط به سمت پایین میکشیم. خب شروع میکنیم برای محاسبات. برای کمتر از منهای یک میتونیم از ضابطه بالایی استفاده کنیم. به جای x من منهای 2 میذارم تو ضابطه بالایی. منهای 2 توی منفی ضرب میشه با 2 با 1 میشه 3. منهای 1 تو ضابطه بالایی است ولی نقطهش به صورت تو خالیه. پس منهای که قرار بوده منهای 1 با منفی میشه مثبت 1 با 1 میشه 2. فقط حواستون باشه اینجا مساوی نداریم پس این نقطه ما تو خالی میشه. توی ضابطه دوم منهایی که قرار میدیم میشه 3 پس اینجا میشه 3 ولی چون اینجا مساوی در نقطه ما تو پر هست نقطه بعدی میشه 0 که 0 هم توی این ضابطه قرار میگه میشه 3. نقطه بعدی یک هم توی این ضابطه قرار میگه میشه 3. فقط حواستون باشه چون اینجا مساوی نداریم این نقطه تو خالی میشه. خب ضابطه یک تو ضابطه سوم هست، یک رو قرار میدیم میشه 1 ولی چون اینجا ما مساوی داریم نقطه‌مون تو پر میشه. عدد بعدی 2 هست که اگه 2 هم تو این ضابطه قرار بدیم 2 به توان 2 میشه 4. میایم سراغ رسمش. برای رسم نموداری که میخوام رسم بکنیم به این صورت عمل میکنیم. توی منهای 2 شده 3 تو منهای 2 شده 3 این نقطه تو منهای 1 شده 2 تو منهای 1 شده 2 فقط نقطه من باید اینجا تو خالی باشه. این خط به این صورت رسم کشیده میشه. ضابطه بعدی تو منهای 1 شده 3 تو منهای 1 شده 3 نقطه تو پر. توی 0 شده 3 و در 1 هم شده 3 تو 1 هم شده 3 ولی نقطه تو خالی. بریم سراغ ضابطه بعدی. تو 1 شده 1 نقطه تو پر. توی 2 شده 4 توی 2 شده 4. این هم به این صورت رسم میکنیم. حواسون باشه که این تابع درجه 2 که شکلش به صورت یه سهمیه. حالا بریم سراغ یک نوایی این تابع. برای یک نوایی این تابع میگیم از منفی بی نهایت تا منهای 1 تابع ما نزولی و اکیداً نزولیه. پس میشه از منفی بی نهایت تا منهای 1 تابع ما نزولی هست و میتونیم بگیم اکیداً نزولیه. از منهای 1
تا یک تابع ما ثابته. تابع ثابت هم تو تعریف نزولی بودن هم تو تعریف صعودی بودن. پس میشه از منهای 1 تا 1 تابع ثابته، میشه هم صعودیه و نزولی هم هست. و از 1 تا مثبت بینهایت تابع من صعودیه و هم اکیداً صعودیه. پس میگیم از 1 تا مثبت بینهایت تابع من صعودی هست و اکیداً هم صعودیه. اما اگه دقت کنید کل تابع من هم شامل نزولی بودن هم شامل صعودی بودن. پس این تابع من یک نوا نیست. پس میگیم یک نوا نمی باشه. این سراغ سوال بعدی. سوال بعدی بحث تقسیم و بخش پذیریه. اگر شما یه چند جمله پی x که مقسوم ما هست تقسیم بر x منهای a بکنید که مقسوم علیه ما هست، خارج قسمت ما میشه qx و باقی مانده ما میشه یه عدد. چون این درجه 1 هست باقی مانده ما یه درجه از مقسوم علیه کمتر میشه یه عدد. امتحان تقسیم میشه پی x یعنی مقسوم برابر میشه با حاصل ضرب مقسوم علیه در خارج قسمت به اضافه باقی مانده. حالا شما اگر مقسوم علیه مساوی 0 قرار بدید از اینجا x به دست میاد a. حالا من پی آ رو تشکیل بدم، یعنی به جای x آ قرار بدم پی آ میشه q آ، به جای x هم آ بدم آی منهای آ به اضافه آ. اگر دقت کنید اینجا اتفاقی که میفته اینه که این آی منهای آ میشه 0، کل این عبارت برابر میشه با 0. پس نتیجه که من میگیرم اینه که پی آ برابر میشه با آر. یعنی شما اگر ریشه مقسوم علیه داخل مقسوم قرار بدید جواب باقی مونده به دست میاد. از طرفی اگر این باقی مونده 0 باشه یعنی پی آ برابر با 0 باشه ما میگیم بخش پذیر است. پس ما میگیم اگر ریشه مقسوم علیه داخل مقسوم قرار بدیم به ما باقی مونده میده. بریم سراغ سوال امتحان نهایی که اینجا ازش مطرح میشه. میگه که مقادیر آ و ب را چنان بیابید که چند جمله پی x هست x به توان 3 به علاوه ax و به علاوه bx بر x منهای بخش پذیر و باقی مانده تقسیمان بر x به علاوه 2 برابر با 3 باشه. اینجا وقتی میگه بخش پذیر باشه طبق این تعریفی که گفتیم اینجا میگیم پی آ باید 0 باشه. پس من میگم x منهای 1 و مساوی 0 قرار میدم. از اینجا x برابر میشه با 1. پس میگیم پی 1 برابر با 0 چون گفته بخش پذیر. قسمت بعدی سوال گفته باقی مانده تقسیم آن بر x به علاوه 2 برابر 3 باشه. پس این قسمت هم به این صورت میشه. میگیم x به علاوه 2 رو مساوی با 0 قرار میدیم. از اینجا x برابر میشه با منفی 2. پس نتیجه میگیریم که پی منفی 2 برابر با طبق این چیزی که اینجا گفتیم پی آ برابر با آره. پس برابر با باقی است. پس برابر با 3 باید باشه. حالا این دوتا رو تشکیل میدیم. برای تشکیل این دوتا به این صورت عمل میکنیم. میگیم پی 1 رو اول تشکیل میدم، میگم پی 1 به جای x 1 میذارم. پس میشه 1 به توان 3 به علاوه آ در 1 به توان 2 به علاوه ب در 1. این باید برابر با 0 باشه. پی 1 برابر با 0 و پی منهای 2 هم تشکیل میدم. پی منفی 2 مساوی میشه با منفی 2 به توان 3 به علاوه آ در منفی 2 به توان 2 به علاوه ب در منفی 2. این باید برابر با 3 باشه. حالا من شروع به ساده کردن میکنم. به دستگاه تشکیل میدم. 1 به توان 2 1 با آ میشه خود آ به علاوه 1 ضرب در ب میشه ب مساوی میشه با
1 به توان 3 که 1 میشه، میره این طرف میشه -1 و اینجا منهای 2 به توان 2 میشه 4 تو آ ضرب میشه 4آ، منهای 2 ضرب در ب میشه منهای 2ب مساوی میشه با منهای 2 به توان 3 میشه -8 میره اون طرف میشه +8 با 3 میشه 11. حالا شما اینجا یه دستگاه دارید، باید این دستگاه رو حل کنید. کافیه دستگاه بالا رو در یه عدد 2 ضرب کنید، به این صورت میشه 2a به علاوه 2b برابر میشه با -2 4a منهای 2b برابر میشه با 11. حالا ادامه کار میام این دوتا رو حذف میشه، 2a با 4a میشه 6a برابر میشه با 11 منهای 2 میشه 9. اگر ساده بکنید a برابر میشه با 9 ششم که میشه 3 دوم که 3 دوم برابر میشه با 1.5. پس آی ما برابر شد با 1.5. 1.5 هم داخل این معادله قرار میدم، پس میشه 1.5 به علاوه ب برابر میشه -1. از اینجا ب به دست میاد مساوی میشه با این 1.5 میره این طرف میشه -1.5 با منهای 2 میشه منهای 2.5 منهای 2.5. این شد جواب این سوال. اینم می‌نویسم 3 دوم. خب سوال بعدی که میخوایم حل بکنیم میگه چند جمله x به توان 6 منهای 64 را طوری تجزیه کنید که x به علاوه 2 یک عامل آن باشد. خب من میام x به توان 6 منهای 64 رو به این صورت می‌نویسم. به جای 64 توانی می‌نویسم که توانش عددی می‌نویسم که توان 6 باشه. پس میگم x به توان 6 منهای 64 هم می‌نویسم 2 به توان 6 2 به توان 6. خب حالا اینو میخوام تجزیه کنم یه بحث دو جمله‌ایه. پس میگم x به توان 6 منهای 2 به توان 6 برابر با خودش گفته که این یکی از عاملان آن باشه، یعنی این باید شکلش به این صورت باشه، یعنی یه دونه x به علاوه 2 داشته باشه در یه عبارت دیگه که ما دنبال این عبارت می‌گردیم. برای این منظور از همون خاصیت تقسیم استفاده میکنم، میام x به علاوه 2 رو مساوی با 0 قرار میدم، از اینجا x به دست میاد -2. حالا شروع میکنم، میگم که اینجا یه x می‌نویسم، اینجا توان 6 بوده، یکی از x ها اینجا مصرف میشه، x بعدی که با برامونه x به توان 5 که با این x به توان 1 بشه x به توان 6. میام عدد بعدی رو اینجا منهای 2 رو می‌نویسم در x به توان 4، بعد منهای 2 رو تو منهای 2 ضرب میشه -4، پس میشه -4. یک از توان x کم کنم x به توان 3، دوباره منهای 2 رو تو 4 ضرب میکنم میشه -8 میشه -8 x به توان 2، منهای 2 تو منهای 8 ضرب میکنم میشه -16 x و -16 تو منهای 2 ضرب میکنم میشه -32. این میشه عامل دیگه که مربوط به x به توان 6 منهای 2 به توان 6 است. سوال بعدی که معمولا تو امتحانا مطرح میشه بحث درست و نادرست و جای خالی است. سه تا از سوالا که خیلی تو امتحانات نهایی مطرح شد این سه تا سواله. گفته در فاصله 0 تا 1 نمودار تابع x2 پایین‌تر از نمودار تابع x است. ما باید حواسمون باشه تو فاصله 0 تا 1 هر چی عدد به توان برسه به جایی که بزرگتر بشه کوچکتر میشه. یعنی x به توان 3 کوچکتر از x به توان 2 میشه. در چه فاصله؟ در فاصله 0 تا 1. وقتی میگیم کوچکتر یعنی پایین‌تر. پس این x به توان 3 باید پایین‌تر از x به توان 2 باشه. پس این جمله چیه؟ نادرسته. پس می‌نویسیم نادرست.
مطلب بعدی، سوال بعدی گفته که تابعی که هم صعودی و هم نزولی می باشد تابع، ما همین الان گفتیم خط افقی هم داخل تعریف صعودی بودن هم داخل تعریف نزولی بودن، پس این میشه تابع ثابت، یعنی y مساوی با k. سوال بعدی گفته که مجموع جواب نامعادله، این نامعادله گفته برابر است با جای خالی. ما برای به دست آوردن حل نامعادلات اولین کاری که باید بکنیم باید پایه ها رو با هم برابر بکنیم. این 1/4 می نویسم 1/2 به توان 2 به توان 2x به اضافه 1 کوچکتر یا مساوی با، به جای 1/8 هم می نویسم 1/2 به توان 3 به توان 3x منهای 2. حالا کاری که انجام میدیم این 2 رو در داخل 2x به اضافه x ضرب میکنم و 3 در این ضرب میکنم، پس به این صورت میشه 1/2 به توان 2 ضرب 2x میشه 4x، 2 ضرب در 1 میشه مثبت 2 کوچکتر یا مساوی با، اینجا میشه 1/2، 3 ضرب در 3x میشه 9x، 3 ضرب در منهای 2 میشه -6. حالا کاری که انجام میدیم پایه‌ها رو حذف میکنیم، ولی چون پایه‌ها بین 0 تا 1 هست طبق نکته‌ای گفتم جهت نامساوی عوض میشه، پس اینجا می‌نویسم 4x به علاوه 2 بزرگتر یا مساوی با 9x منهای 6. حالا کاری که باید انجام بدیم معلوم مجهول میکنیم. این 9x میاد این ور از 4x کم میشه، 9x میاد این ور میشه -9x با 4x میشه -5x. این مثبت 2 میره اون طرف میشه -2 با منهای 6 -8 و هر دو طرف رو به منهای 5 تقسیم کنیم. چون به یه عدد منفی تقسیم می‌کنیم بازم جهت نامساوی عوض میشه، پس x میشه کوچکتر یا مساوی با 8/5. پس جواب این برابر است، میگیم که مجموع جواب میگیم x های کوچکتر یا مساوی با 8/5. ما سوالای مهم این قسمت رو به کمک هم دیگه حل کردیم و سوالات جای خالی و اینا به کمک هم دیگه حل کردیم. تا آموزش بعدی من همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.